سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال ما. دوستان عزیزی ما علاقه دیدست چند روز شد ویدیو نکردیم. در می پیشوای تیاری بینی برای می پرزنتاسیا، بعد پرزنتاسیا نقشه های آینده را کشیدیم. دو سه روز دیگه راستی به حد مونده شدیم. انا که با ویدیو را یه روز سه تا تماشا میکنین. دخترکو خیلی که دیده شرکت در تاجیکستان می شود. вже میدونم که از گروه ها میدونه ما خوری کردیم، گپ زدیم، نرخ را تاجیکی میکنن و شما میتونید که پولی تاجیکی کتی کارت تاجیکی کتی خرید کنید. کسانی که میخواید کمانده ما کار کنید رقم در روی اکران دخترکو بنویسید. اویدی کار ما پرش ما میفهمونم یگان قینگری نداره، همه چی کتی ما را یادم میکنیم. انا همین رقم را بنویسیم. گروه کاری داریم، دعوت میکنیم کاری اتمی را در یک مدت کوتاه می آموزید و معاش میگیرید. سلام علیکم دوستای عزیز، همه کسا سازن تنجین ایروز 28 روز شنبه. انا دخترها بچه ها مورا مجلس پدر مادران فیراد کدگیان برای شرف رخشان مجلس میره. گفتم که اگر ای مرا هایگم هم میام. از عجب بریم یک طرف مجلس. هوا را دیدین رسیانسا، هوا را بینه لذت برین، گلا را بینین. من میگم شده که من یک پرنیک باید کنم دستایا نگلی چی داشته باشیده، گلی جبای بودی که های گلوی خانه من. یاد دخترک نوشته به خصوصیت ما رفتم واز خریدم بیامو خانه من رنگی واز شما باش. ما میگه که ای 10 بار نشون میتی. اینم دخترک رفته خریده و ما دا چی دیده بودم سیوم مو اک وقتی اگرود جمع کنیشته ای دیگه ماشین چه بازی چه اگرود میوی اونجا دینا نمیدونم چه خیلی ابریت کردین. میگم ای آمدم دود رفته زدم چی ابریت گذرانده است. میگه جیگاری را سوزانده است. دوستای عزیز مکم پرسیدین گفتین اگه چو گرفتی بخواد شاید من با فکرم یه ویدیو نشون داده بودم. من ایرا ای دست گرفتم یک چینوس من از ازبکستان بر میاره ای همو گرفتم لیکن کاروان پس نمیرم. کاروان در ریختگی ایم خی انا چی کاروان دا میگن تورецکی ها اقا قواز پر کدگیان دستکوش خیلی سفیده کدگیان هیچ تورецکی دستوجه همه چی ازبکستان شتگی دخترو. انا نمیدونم چی رو بازی میکنه. ما برای چی گرفتم که کالونه همه چی میبرده. داشتم سمکاچوی مایده ای کالونه ایره بینه چیزای مرا ولی اگه اونز ابزارتون میکنم. من هم خیلی رخشان از در دارم یا جو دوستای عزیز این اتوبوس کجا میرفت؟ بوشه قبودیان شهری توس جای شناسی من زیبا خان. انا چی شهری توس را میرن میره این بیرون چه میده باش بایی اینجا تاکسی هم شهری توس هست. انا دوستای عزیز مجلس چه گذشت. مجلس خیلی شرف زور میخونه مخدوم میدونم در ساعت پاییز و جای مردکا گذاریم. دیگه اونای دلافروز میگه سفر بر روسیه باید می اتوبوس بریم. انا دوستای عزیز خیلی شرف نغز زور میخونه مخدوم میدونم برای که آدم میخوندگی سراز معلومه دلافروز برای تنبل نیست. و میبینه ساز درساش تیور میکنه روشکا میگوه دفتر میگوه مثال برای همین من مجلسوش هم میرم ده معلومش خیلی تعریف کرد. ما گفت نغز میخونه ماتماتیکاش زوره عموما سوادش زوره. گفتم خود یک کس زور میخونه ده خانه ما دیگر را من خوندنش او قنایم فرامرد وحشه خوندن دوست نمیداشته امیر دیگالچکی ماشته خیلی میخونه نانی آچین. انا کی دلافروز وحشه خوندن برای ای وجود نداره. ای برای فسانی میره و مکتب. انا شرف دیستی نمیخونه اگه او دو تیرگه شوال نمیدونم کلان شما بینیم. خیلی مجلس درباره ترتیب انتظام هم نیست.
туда-сюда. بعد رخشانم در مجلس بود که رو اومدم قطعی گپ زدم من طرفی کورگون رفتم اینجا باید آفیس برم بای آفیس سنتر برم دوستای عزیز نیمه آشخانه اول چیزای با مزه داشتگن دوشنبه اینجا موزونه کار میکرد موزونه دوزنده انا همون چون همجا را مرا نشان داده بود سریچ هم بوده همجا شده بود یا سریچ های قطعی تریدوچین که ده همجا شده بود که به من همجا را یاد گرفتم نگاه کنه موستر خلاصه اول زور بود آشخانه شو زینه یا زین فچ که موزونه رفت اینجا فچ شده قطعی دلافروز 10 تا سامبوسه تولیب این رفتستیم طرفی آفیسی اپام اپای من قرار داره در کورون میکاپ استودیو سامبوسه تولیب زور زندگی هم زندگیش میری پیاره نه اینجا خیلی ویدیو میکنیم تمه پارا ویدیو دوستای عزیز این ای خورم سلطانه این ختمه پشیونی ای ترکیه آوردگی میه یا زرد ها اونو زرد ایون این نیزنین که خسرو ای فریده تو فقط میپوشی ببشه تا نمورم برای خودم آوردم اینه میره ای ازبکستان اینا پناه یکم خودت میپوشی ما گفتم من نیزنین که چند کدید چه نده چند این طرف ازت نیست خب این ایرم خسرو پشکش محکم هازی محکمه که مود داشتیست یا نه ولگرنیو ای مود رفتیم اینا سکیت که در سالونی منجره فتوی فاسون چیزوی فاسون دوستانی عزیز مرا جانم که آشخری فایل رد کنم این جای تاریخی سنتر اومدیم پراستو یک جو حال بیرون دستورات میپردم تون ما باید استریچ برم جای آدمو داستان بکوش دارم ما دایجه کشت اینا دوستای عزیز لیمون سالاد مخواهیش نمیکنه اینا دخترکو چای سیاه اینترنت چایش خولم چای خیلی بده رسیکنوی چه رسیکنوی؟ اینه خیلی 100 سال شد خیلی چای نخوردگیم پاکت بخریم کن این روز یا گالا کور بوده زار قطعی مجلسی مقتاو رفتم توی همسویه همون بوده بود من توی همسویه نک نرفتم دوستای نه آشما آمد نگاه کنین جانو میگه چند تخم بیارم میگه یاتا تو چه خیلی گفتی؟ ما یا آدمی دا یاتا گفتم یا آدم یا دیگ اوش میکنم یا قرب کجا انم خیلی تخم میدوزم یاتا قد یادم سر نمیشود از میخریمون بسوی پریزنتاچیا میشتوبیم
خلاصه دوستای عزیز آش ته سراستی ما خوردیم و یعنی گفتم نتونستیم جمع کنیم. ما امروز از باید استریچ برام تو خیلی اومده تیز خوردیم و سوی دخترکو رفتم. باید که استریچ پیش پلیکلینیک کدام میکردیم. خلاصه دخترکو در ویدیو آینده میبینید که چخیل ما پرزنتاسی یکمی اتمی رفتیم و در اونجا درباره چی گپ چپ شد. کوچه های خالی یک خوش نگه